سلامت جادت خالی اومدیم باغ بابکینا داریم کباب بناب میخواییم درست کنیم. چه آتیشی کارو خب مواد لازم بادبزن، بعد یه خورده بادبزن حرفه‌ای‌تر آتیش رو قشنگ سرخش کنم. خب این اسلحه میره تو جیب، میریم که داشته باشیم بریزه کبابا. همون روی چشه مایی گوجه باد بزن باتون خالی. به 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 کبابه ها بناب چی از این برد اشتوش کرو. نه نمیده صحبت کرده با جاتونم اصلا خدا شاده جاتم اصلا خالی خب داشته باشید تا اینجا از صبح بزن تا بریم بعدی. بالاخره بارون ما دیدیم اینجا. امروز 10 آذر 404 جاتون خالی. بارون اومدی چشممون روشن شد. کبابامون هم رو منقل دارن حال میکنن. به 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 یه در کبابلارا بخواب. یه بار بگیریم با بچه ها جاتون خالی نیست بازم. چرا جای همه خالیه؟ میگه جاتون خالی. به 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 نمیدونم کجا شروع کنم. بس یه دیات بزن. چه بارونی. اینجا روی کارو بگی. کارو بگی. بابک کجا این برو یادم میخورم وایسی از این رحمت خدا فیلم بگیریم. خدایا قطعش نکنی ها، همینجوری بیاد. آتیش به راه، کباب به راه.